توی این چند جلسه میخوایم اثبات بکنیم بدون هیچ ابزار هک و فقط با موتور جستجوی گوگل میتونیم اطلاعات مخفی سایت ها رو پیدا بکنیم. به نام خدا، سلام. به سایبران خوش اومدید. جلسه 14 از مباحث دوره آموزش جامعه اوسینت رو در خدمتتون هستیم و توی این جلسه و البته 3-4 جلسه آینده قرار هست که در مورد دورک ها صحبت کنیم. توی این چند جلسه میخوایم اثبات بکنیم بدون هیچ ابزار هک و فقط با موتور جستجوی گوگل میتونیم اطلاعات مخفی سایت ها رو پیدا بکنیم. این مباحث رو با نام گوگل هکینگ یا گوگل دورک میشناسیم. البته قبلش اشاره کنم به این نکته که با لایک کردن ویدیو و دنبال کردن سایبران به ما کمک میکنید هر روز بهتر بشیم. بریم ادامه بدیم. اگه خاطرتون باشه در جلسه اول و در تعریفی که بنده از اوسینت داشتم گفتم خدمتتون که اوسینت یعنی جستجوی هوشمندانه از منابع عمومی. امروز قرار تقریبا یک گام خیلی مهم و حیاتی در تحقق این شعار و گفتمون برداریم. توی این جلسه قرار هستش که در مورد عملگرها و کدهایی صحبت بکنیم که اصطلاحاً اونها رو با نام دورک میشناسیم. ببینید بچه‌ها، اطلاعات ارزشمندی که معمولاً ما توی فضای سایبر دنبال اونها هستیم بیشتر اوقات و شاید اصلاً با سرچ کردن معمولی به دست نمیان. اینو دقت کنید. دسترسی به اونها نیاز به اصطلاح آموزش روش‌ها و ترفندهایی داره که یه بخش زیادی از اونها رو قراره توی این جلسه آموزش ببینیم. ترفندهایی هستند که به ما کمک میکنن اطلاعاتمون رو با دقت و سرعت بیشتری استخراج بکنیم. اگه خاطرتون باشه جلسه ای که در خدمتتون بودیم با عنوان ادوانس سرچ گوگل یا به اصطلاح آموزش صفحه ادوانس سرچ، اونجا فیلدهایی رو داشتیم که به وسیله اونها می اومدیم دامنه سرچ رو محدود می کردیم و دقت سرچ رو بالا می بردیم، نتایج دقیق تری رو و با سرعت بیشتری رو استخراج می کردیم. مثلا می گفتیم که پیج هایی رو برای من پیدا بکن که فلان عبارت حتما داخل تایتل اون باشه یا فلان عبارت حتما داخل اون نباشه. نتایجی رو در مورد فلان موضوع برای من پیدا بکن که حتما فایل PDF باشن. در حقیقت اون صفحه به صورت پیش‌فرض داشت از همین کدها استفاده می‌کرد، از همین ترفندها استفاده می‌کرد که امروز قرار هستش که اونها رو با هم یاد بگیریم. ببینید بچه‌ها، دورک ها خیلی زیادن، خیلی گسترده. یه تعداد دورک اصلی ما داریم که اونها رو با هم آموزش می‌بینیم، ولی خب کم کم بر اساس تجربه شما متوجه میشید که خیلی وقتها ما میایم دورک‌های رو با هم ترکیب میکنیم برای رسیدن به نتایج بهتر، یا حتی حالا در مباحث پیشرفته تر ما میایم و دورک‌هایی رو خودمون میسازیم و طی تمریناتی که انجام میدیم هر روز به تجربهمون اضافه میشه و کم کم این مبحث برای ما جا میفته و تبدیل میشه به ابزاری که خیلی وقتها راهگشا خواهد بود برای ما. یه تعریفی من توی این اسلاید آوردم، اون رو بخونم خدمتتون. دورک ها ابزارهای قدرتمندی هستند برای جستجوی پیشرفته در گوگل که توسط آنها اطلاعات حساسی که به وسیله سرچ های معمولی قابل دسترسی نیستند را پیدا میکنیم. به عبارت دیگه دورک ها بچه ها یه سری پرسجوهایی هستند که توسط عملگرهای پیشرفته برای دریافت اطلاعات خاص و اطلاعات پنهان و البته شیر شده، ما قرار نیست به وسیله دورک جایی رو هک بکنیم،
این اطلاعات خاص رو ما توی صفحات وب پیدا میکنیم. اگه دقت کنید در تمام صحبت‌های این جلسه بنده تاکید میکنم روی به دست آوردن اطلاعات خاص، به دست آوردن اطلاعاتی که با سرچ های معمولی در دسترس ما شاید نباشند. ما توی فضای سایبر خب دیتابیس های افشا شده ای رو داریم که به وسیله دورک ها میتونیم به اونها دسترسی پیدا بکنیم. دایرکتوری بازی رو داریم که باز هم به وسیله دورک ها میتونیم به اونها دسترسی پیدا بکنیم. حتی صفحات لاگین سایت ها رو گاهن میتونیم بهشون دسترسی پیدا بکنیم. اسناد حساسی هستند که خب با سرچ های معمولی ما قادر نیستیم به اونها دست پیدا بکنیم، ولی خب دورک ها این کار رو برای ما انجام میدن. مبحث دورک ها بسیار گسترده است، منتها توی این یکی دو جلسه ما با دورک های اصلی آشنا میشیم و مثال هایی رو در مورد اونها میزنیم. با من همراه باشید. خب بچه‌ها، برنامه‌مون توی جلسات مربوط به دورک ها به این ترتیب هستش که چند تا دورک رو من خدمتتون معرفی میکنم، بعد به مرورگرهامون سری میزنیم و تک تک این دورک ها رو اونجا تست میکنیم، مثال های راجع بهش میزنیم و بحثمون رو ادامه میدیم. از دورک های خیلی ساده شروع میکنیم، دورک هایی که شاید اونها رو اصلا بشناسید و بارها ازشون استفاده کرده باشید، تا کم کم برسیم به دورک های یه مقدار پیچیده تر. دورک اول دورک اند رو داریم. تعریفی من واسش آوردم: ترکیب چندین عبارت جستجو و نمایش نتایجی که شامل همه آنها باشد. دورک منفی رو داریم که به اصطلاح حذف یک عبارت از نتایج جستجو. اگر بچه‌ها جلسه ادوانس سرچ رو دیده باشن قطعا کاملا ملموس هستش براشون. ما فیلدی رو داشتیم که وقتی اون رو پر می‌کردیم اون عبارت داخل نتایج ما نبود. خب این همین دورک منفی بوده. یا فیلدی رو داشتیم که عباراتی که وارد اون می‌کردیم انتظار داشتیم که قطعا داخل نتایج جستجو باشه. خب دورک اند بود. دورک سوم دورک اور رو داریم بچه‌ها. منطق یا، جستجو بین دو مفهوم. این رو هم دقیقا توی ادوانس سرچ داشتیم. دابل کوتیشن بچه‌ها دورک چهارم هستش که برای جستجوی دقیق به کار برده میشه. مثلا من میخوام سرچ انجام بدم در مورد آموزش پیشرفته اوسینت. وقتی که این عبارت رو داخل دابل کوتیشن بذارم، گوگل این رو یک مفهوم مستقل میبینه و به دنبال به اصطلاح نتایجی میگرده که تمام این عبارات پشت سر هم اومده باشه. در غیر این صورت ممکنه نتایجی رو برای من بیاره که توی اون صفحه آموزش جای جدا باشه، پیشرفته جای جدا باشه و اوسینت هم به همین ترتیب. شماره 5 بچه‌ها ستاره هستش. به عنوان جایگزین کلمات یا عبارات ازش استفاده میکنیم. ممکنه توی تعریف یک مقدار گنگ به نظر برسه، ولی توی مثال هایی که بنده عرض میکنم خدمتتون کاملا مطلب جا میفته براتون، نگران نباشید. خب بریم مرورگرهامون رو باز بکنیم و این به اصطلاح 5 تا دورک رو تست بکنیم، مثال بزنیم و مجدد بحث رو ادامه بدیم. همراه من باشید. خب من صفحه مرورگرم رو باز کردم و دونه دونه قرار هستش که مثال هایی رو راجع به دورک هایی که تا الان آموزش دیدیم با هم انجام بدیم. خب دورک اول بچه‌ها دورک اند بود برای ترکیب چند کلمه کلیدی. خب فرض کنید من قرار هستش مقالاتی رو پیدا بکنم که توی اون مقاله ها در مورد مثلا رابطه هوش مصنوعی و علم اوسینت توضیح داده. کلمات کلیدی که ما داریم اوسینت هستش و هوش مصنوعی. این دوتا کلمه رو من با دورک اند سرچ میکنم.
خب نتایج رو میبینید بچه ها. اگر اجازه بدید من سایت ها رو دیگه باز نکنم، چون خیلی زمان میگیره از زمان و مشخص هم هست دیگه، توی حتی تایتل ها هم میبینید. ضمن این که یه نکته رو هم من عرض بکنم خدمتون، قرار نیست وقتی که ما دورک میزنیم قطعا به نتیجه برسیم، همونطور که قرار نیست وقتی سرچ میکنید قطعا به نتیجه برسید. اون تا دورک ها ابزارهایی هستند که به وسیله اونها گوگل میتونه در صورت وجود داشتن یک نتیجه اون رو حتما به ما ارائه بده. با اجازهتون بریم سراغ دورک بعدی. دورک بعدی منفی هستش بچه ها، حذف یک کلمه یا یک عبارت از نتایج جستجو. فرض کنید من قرار هستش مقالاتی راجع به زبان برنامه نویسی پایتون جستجو بکنم، منتها خب نمیخوام مقالاتی راجع به مارهای پایتون برای من بیاره، پس خیلی راحت سرچ میکنم خب بله، نتایج رو با هم دیگه میبینیم و حتی ایمیج هایی هم که برای من میاره اثری از مار پایتون داخلش نیست. بله خب با اجازهتون بریم سراغ دورک بعدی. دورک بعدی بچه ها دورک اور بود، اگر خاطرتون باشه. اور به معنی یا، همونطور که میدونید، یعنی نتایجی رو برای من پیدا بکن که حداقل یکی از عباراتی که من بین این دورک استفاده کردم رو در بر داشته باشه. کاربردهاش کجاست بچه ها؟ فرض بفرمایید که یه کنفرانس فناوری برگزار شده امسال، منتها من شک دارم که این کنفرانس داخل ایران بوده یا دبی. حالا یه مثال ذهنی اینطوری. این رو با هم سرچ بکنیم. خب نتایج رو میبینید بچه ها. انتظاری که ما داریم این هستش که وقتی صفحات رو ملاحظه میکنیم، تکنولوژی رو ببینیم، کنفرانس رو ببینیم، یا به اصطلاح دبی یا تهران یا عذرخواهی میکنم یا ایران رو ببینیم و قالب صفحات هم به همین ترتیب هستش. خب این تهران رو داریم و دبی رو نداریم. خب وقت رو تلف نکنیم، بریم دورک بعدی رو با هم تست کنیم. دورک بعدی بچه ها کوتیشن هستش. عرض کردم خدمتتون جستجوی دقیق یک عبارت رو برای ما حاصل میکنه. مثلا من قرار هستش که راجع به امنیت سایبری در ایران سرچ بکنم. تایپ میکنم میبینید که من بدون کوتیشن این عبارت رو استفاده کردم و نتایج رو بررسی بکنیم. سایبر سکیوریتی رو آورده به عنوان به اصطلاح یک کلمه خاص در نظر گرفته. باز سایبر داریم، ایرانیان سایبر. خب وقت رو تلف نکنیم، اجازه بدید که من این رو داخل کوتیشن بذارم بچه ها. سایبر سکیوریتی این ایران، این که خب سایبر سکیوریتی این ایران و ایران سایبر سکیوریتی. ببینید عرض میکنم سعی میکنه بهترین نتایج راجع به عبارتی رو که ما انتظارش رو داشتیم برای ما بیاره. خب بریم دورک بعدی بچه ها. دورک بعدی بچه ها ستاره هستش. من
توی توضیحات ابتدای جلسه عرض کردم که وقتی قرار بر مثال زدن شد این درک رو بیشتر باهاش آشنا میشیم. ببینید وقتی شما از درک ستاره استفاده میکنید که قرار باشه یک بازه ای از کلمات، یک دامنه ای رو در بر بگیره، مثلا هرچه فیلم در زمینه آموزش اوسینت، یا اینکه عبارتی رو قرار هستش سرچ بکنیم که قسمتی از اون عبارت رو نمیدونیم، نمیشناسیمش. من هر دوتای این مورد رو الان مثال میزنم خدمتون. فرض کنید من دنبال اطلاعاتی درباره استانداردهای ایزوی امنیت اطلاعات میگردم، اما خب شماره اون استاندارد رو نمیدونم. چطور سرچ میکنم؟ خب الان ما درک دابل کوتیشن رو میشناسیم، پس چه بهتر که من کل این عبارت رو داخل دابل کوتیشن هم بذارم. خب فکر میکنم نتایج کاملا گویا هستش بچه‌ها. خب این نوعی استفاده بود که ما از درک ستاره میکردیم، ولی من راجع به دامنه یا بازه ای از عبارات هم صحبت کردم خدمتتون. اجازه بدید یک مثال هم من در اون مورد بزنم. خب من اینجا تایپ میکنم، نگران نباشید بچه ها، توضیح میدم خدمتتون در مورد اینها. به حضور شما که خب نتایج رو میبینید بچه ها. من یه توضیح بدم خدمتتون. سایت رو راجع بهش صحبت نمی کنیم، درکی هستش که باهاش آشنا میشیم. فایل تایپ رو هم همینطور. من فقط با این قسمت کار دارم. همونطور که میدونید دامنه EDU دامنه به اصطلاح مؤسسات آموزشی هستش. چی خواستم ازش؟ گفتم یه کارایی رو برای من انجام بده که حالا بعداً باشون آشنا میشیم. کجا انجام بده؟ در تمام سایت های آموزشی. عرضم این بود ابتدای جلسه که شما یک دامنه گسترده رو، یک بازه وسیع رو میتونید توسط این درک سرچ بکنید. حالا نکته دیگه بچه ها، ببینید من توی این پرسجو اومدم و 1 2 3 4 تا درک رو بچه ها من ترکیب کردم. دابل کوتیشن، فایل تایپ، ستاره و درک سایت. پس ما با ترکیب درک ها هم میتونیم هرچه بیشتر دامنه جستجومون رو دقیق تر و حرفه‌ای تر بکنیم. خب بچه ها من فکر میکنم با توجه به مثال هایی که مجبور بودیم توی این جلسه بزنیم یک مقدار زمان ویدیو داره زیاد میشه و با اجازهتون این جلسه رو میبندیمش. منتها مبحث درک ها اگر همینطور بخوایم پیش بریم شاید 4-5 جلسه من در خدمتتون باشم. خواهشی که دارم ازتون، ببینید ما کم کم اندوخته هامون دیگه طی این جلسات داره زیاد میشه و این میطلبه که شما همراهی بفرمایید، تمرین کنید، البته با حفظ حریم خصوصی افراد دیگه. سوالی، پرسشی، مطلبی اگر بود حتما توی کامنت ها با من در میون بذارید. شاید سوالات شما باعث بشه که اصلا یک ویدیو ضبط بکنیم و سوالات شما رو پاسخ بدیم. ممنون میشم اگر ویدیو رو لایک کنید و از کانال خودتون حمایت کنید. خیلی متشکرم. شبتون بخیر.